موش و گربه تا منجری آوردن که در اطراف فلان شهر درختی بود و زیر درخت سوراخ موش و نزدیک آن گربه خانه داشت. به صیادان آنجا بسیار آمدندی. روزی صیادان بنهاد گربه در دام افتاد و بنماد موش به تلبتومه موش به تلبتومه سیاه نرگیله سیاه نرگیله گربه نرگیله زلیل مرده چه میکنی تو؟ برام درس میخونم. میخوام 100 سال سیاه نخونی. این چه درس خوندنیه؟ این درس همه با ریتمه خیلی قشنگه. بذار درس بخونم. درس با ریتمه چیه؟ بلند شو که پی مرگمو میخوام بذارم ما. بابا بذار درس بخونم. خب ما فردا تجدید اردم کی جواب میده؟ این درس خوندن تو داری نیمبونه میزنی یا داری درس میخونی؟ کدوم نیمبون؟ داشتم این چیز حساب بزرگه. 20 کتاب گذاشتیم جلوی دست حالا موقع درس خوندن تو 20 کتاب میتونی بخونی؟ ها ما همشونو میتونم بخونم. همشون. همین الان. تو گفتی منم باورم شد. ما الان مغزم جواب میده. هر چی بگیم و برات میخونم. آره دیدم از صفر ساعت اومد آش بگیری حلیم برداشتی جاشو آوردی.